یکی از اسمای خدا حنانه، یعنی خدا دلسوز بندشه. آدم چجوری برای بچهش دلش میسوزه، برای عزیزترین کساش عشق میریزه و دلش میسوزه، خدا برای بندشه اینجوری. یکی از اسمای خدا حنانه، دلسوز بندشه. هل من سائل فاعطی، کسی هست چیزی بخواد بهش بدم. خدا انقدر با ما نداره، انقدر با ما صمیمیه. ببین چجوری حرف میزنه. ادبیات خدا رو نگاه بکنید. خدا همین جوریه. هر کس میخواد توحید رو یاد بگیره، بچه‌ها یاد بگیره. اصلا کسی رو به رسمیت نمیشناسن جز پدر مادر. بدون تکبر میگن ما هیچ کاره ایم، با گریه میگن ما نیاز داریم. اصلا منیت نداره توی ارتباط با پدر مادرش. هر چی از گریه میکنه بدون تکبر میگن ما هیچ کاره ایم، با گریه. هل من تائب فاتوب علیه. ببین خداست خودش میاد سراغ بندش. کسی هست توبه بخواد بکنه. با این خدای کسی بگه من حالا گناهام یادم میاد، خجالت میکشم، اینا دیگه با شیطانه. خودش اومده سراغت دیگه. پس دیگه تو بهانه‌ای نداری. بده دستتو و میبرد بالا. آشتی کنی ما هستیم. هل من مستغفر فاغفر له، کسی هست که از من طلب آمرزش بکنه که اون رو ببخشم. استغفار یعنی محو گذشته، یعنی یه جوری باید رفتار کنه که انگار اصلا گناهی مرتکب نشه. آقا خدا چقدر به ما مهربونه و چقدر نزدیکه. تو بگو خدای میخوام میبینم، خود توبه میبینم. این خدایی که آدم میارزه براش 1000 بار جون بده. حالا یا طالب الخیر اقبل، یا طالب الشر اقصر. یک کسی که طالب خیری رو تو به من کن. خدا چجوری حرف میزنه؟ بیا به من نزدیک شو. یک کسی که طالب شری دست بردار. ول کن، ادامه نده، دست بردار. این نحوه ادبیات خدا رو ببینید چجوری. این چه ادبیاتی. این خدای ماه، این خدای مهربان ماست. این رحمانه، این رحیمه. این خدای مهربان ماست، این رحمانه، این رحیمه.